در آستانه سال 1914 چه شد؟ جهان شاهد تنش‌های فزاینده‌ای بین قدرت‌های بزرگ اروپا بود. این تنش‌ها از رقابت‌های استعماری گرفته تا مسائل ملی‌گرایانه در بالکان آینده اروپا و جهان را تهدید می‌کرد. آیا می‌توانستیم جنگی عظیم را که در راه بود پیش بینی کنیم؟ بیایید به گذشته برگردیم و ببینیم چگونه این جنگ شکل گرفت و چه تغییرات بنیادینی را در جهان به وجود آورد. جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع شد و عوامل مختلفی در شکل‌گیری آن نقش داشتند. رقابت‌های استعماری میان قدرت‌های اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه بود تا به قلمروهای استعماری خود در سراسر جهان بیفزایند که این امر منجر به افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها میان آنها شد. همچنین شکل‌گیری دو بلوک قدرت رقیب در اروپا، یعنی اتحاد سه‌گانه به رهبری بریتانیا، فرانسه و روسیه در مقابل اتحاد مرکزی به رهبری آلمان و اتریش مجارستان، موجب تقویت روحیه ملی‌گرایی و نظامیگری در این کشورها شد. همچنین رقابت‌های نظامی و تسلیحاتی به ویژه میان آلمان و بریتانیا منجر به ایجاد نیروهای نظامی قدرتمند و تجهیز آنها به آخرین فناوری‌های نظامی روز شد. در این میان ترور ولیعهد اتریش مجارستان توسط یک ملی‌گرای سرب در سارایوو در سال 1914 مستقیما به آغاز جنگ جهانی اول انجامید. همینطور تنش‌های موجود در مناطقی چون بالکان و خاورمیانه به درگیری‌های نظامی میان قدرت‌های بزرگ انجامید. علاوه بر این، ظهور و گسترش ناسیونالیسم یکی دیگر از مهمترین عوامل شکل‌گیری جنگ جهانی اول است. ناسیونالیسم به مجموعی از اندیشه‌ها و احساساتی گفته می‌شود که بر اساس آن گروه‌های انسانی خود را به عنوان ملت یا قوم مستقل و دارای هویت و منافع مشترک می‌دانند و خواستار استقلال سیاسی و فرهنگی هستند. ظهور ناسیونالیسم در اروپا چگونه بود؟ ظهور ناسیونالیسم در اروپا موجب تضعیف و فروپاشی امپراتوری‌های بزرگ اروپایی شد. اندیشه‌های فلسفی و فکری چون رمانتیسیسم و ایده‌های هردر و هگل که بر اهمیت هویت ملی و قومی تاکید داشتند ظهور کردند. انقلاب‌های ملی‌گرایانه‌ای چون انقلاب فرانسه، انقلاب یونان و سایر جنبش‌های استقلال طلبانه رخ دادند. آموزش عمومی و گسترش تحصیلات که به تقویت هویت ملی و وطن‌پرستی می‌انجامید توسعه یافت. رسانه‌ها و ارتباطات نیز به عنوان وسیله‌ای برای تقویت احساس هویت ملی و همبستگی میان اعضای جوامع گسترش یافتند. اما بحران بالکان در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 نیز در شکل‌گیری جنگ جهانی اول تأثیر بسیاری گذاشت. امپراتوری عثمانی که تا قرن 19 بر بخش زیادی از منطقه بالکان حکمرانی می‌کرد، در نیمه دوم قرن 19 دچار ضعف و فروپاشی شد. این امر زمینه را برای ظهور دولت و ملت‌های مستقل در منطقه فراهم کرد. با ضعف امپراتوری عثمانی، جنبش‌های ناسیونالیستی و استقلال طلبانه در ملیت‌های مختلف بالکان مانند سرب، بلغار و یونان پا گرفت. این امر منجر به تشدید تنش‌ها و درگیری‌های قومی و مذهبی در منطقه شد. قدرت‌های اروپایی مانند اتریش مجارستان، روسیه و آلمان برای نفوذ و کنترل بر منطقه بالکان با یکدیگر رقابت می‌کردند. این رقابت موجب تشدید تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در منطقه شد. ترور فردیناند تاج الرئیس امپراتوری اتریش مجارستان توسط یک گروه ناسیونالیسم سرب در سارایوو در سال 1914 بهانه‌ای برای اتریش مجارستان برای اعلام جنگ به صربستان فراهم کرد که این امر منجر به آغاز جنگ جهانی اول شد. اما ائتلاف متحدین در مقابل ائتلاف مرکزی چگونه و چرا شکل گرفت؟ در ائتلاف متحدین، روسیه به دلیل پشتیبانی از صربستان و مخالفت با اتریش و مجارستان و اقدامات آن علیه صربستان پس از ترور فردیناند به بریتانیا و فرانسه پیوست. فرانسه نیز به دلیل اتحاد با روسیه و همچنین خصومت تاریخی با آلمان و اتریش مجارستان به این کشور پیوست. انگلستان نیز به دلیل نگرانی از نفوذ روس‌افزون آلمان در اروپا و همچنین اتحاد با فرانسه و روسیه به این ائتلاف پیوست. ایتالیا اگرچه ابتدا عضو ائتلاف مرکزی بود، اما در سال 1915 به ائتلاف متحدین پیوست تا در ازای کسب برخی مناطق در آسیا و آفریقا به آنها بپیوندند. در ادامه می‌پردازیم به دلایل پیوستن آلمان، اتریش مجارستان، عثمانی و بلغارستان به ائتلاف مرکزی. آلمان به دلیل اتحاد با اتریش مجارستان و خصومت با روسیه، فرانسه و انگلستان به این ائتلاف پیوست.
اتریش مجارستان به دلیل تلاش برای سرکوب جنبش‌های ناسیونالیستی در امپراتوری خود و همچنین خصومت با روسیه و صربستان به این اعتقاد. بلغارستان نیز به دلیل خصومت با صربستان و ادعاهای ارضی بر مناطق بالکان و همچنین امید به بازپسگیری مناطق از دست رفته خود از طریق پیوستن به ائتلاف مرکزی به این کشورها پیوست. در مجموع بحران بالکان، رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و ائتلافات متخاصم موجود درگیری‌های نظامی در منطقه را تشدید کرد که در نهایت به آغاز جنگ جهانی اول انجامید. اما مهمترین نبردهای این دوران چه بود؟ جنگ خندق‌ها که از سال 1914 شروع و تا سال 1918 ادامه یافت. این نبردها در غرب اروپا بین ارتش فرانسه و آلمان شکل گرفت. هر دو طرف پشت خندق‌های عمیق و مستحکمی دفاع می‌کردند که از بلژیک تا سوئیس ادامه داشت. نبردهای طولانی و خونینی در این منطقه رخ داد، از جمله نبردهای ورن، سام و وردون که هر کدام هزاران کشته بر جای گذاشت. این جنگ‌های فرسایشی منجر به تلفات سنگین در هر دو طرف شد، اما پیشروی چندانی حاصل نشد. در شرق و جنوب شرقی اروپا، در این منطقه ارتش روسیه با ارتش‌های آلمان، اتریش مجارستان و عثمانی درگیر شد. نبردهای مهمی از جمله نبرد مازوری، نبرد لود و پیشروی روس‌ها به سمت ورشو و نبرد برودی در این منطقه رخ داد. روس‌ها اگرچه در ابتدا موفق به پیشروی در لهستان و گالیسی شدند، اما در نهایت توسط ارتش آلمان و اتریش مجارستان عقب رانده شدند. ارتش عثمانی نیز توانست حمله روس‌ها در قفقاز را دفع کند. نبردها نیز منجر به تلفات سنگین در هر دو طرف شد و پیشروی چندانی برای هیچ کدام حاصل نشد. در مجموع نبردهای طولانی و فرسایشی در این مناطق باعث شد که جنگ جهانی اول به یک جنگ متوقف شده و طولانی مدت تبدیل شود. اما آنچه در جنگ جهانی اول رخ داد ظهور سلاح‌های جدید و همچنین استفاده از سلاح‌های شیمیایی بود. اولین استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ جهانی اول رخ داد. در آوریل 1915 آلمان‌ها گاز کلور را در نبرد ایپرن به کار بردند که به کشته شدن هزاران سرباز فرانسوی و کانادایی منجر شد. بعد از این حادثه همه طرف‌های درگیر شروع به استفاده از انواع مختلف گازهای سمی مانند فسژن، آمونیاک و خردل کردند. اگرچه قربانیان این سلاح‌ها اغلب دچار صدمات شدید و ماندگار می‌شدند، اما موثریت نظامی آن چنان که انتظار می‌رفت نبود. در این دوران سلاح‌های جدیدی مانند تانک، هواپیما و زیردریایی به کار گرفته شدند. تانک‌ها برای اولین بار در نبرد سوم سام توسط انگلیسی‌ها به کار گرفته شدند و توانستند موقتاً موفق شوند. هواپیماها نیز به عنوان ابزاری برای بمباران و عملیات تجسس به کار گرفته شدند. زیردریایی‌های آلمانی نیز موفق شدند با تهدید کشتی‌های تجاری و نظامی متفقین آنها را به زحمت بیاندازند. این سلاح‌های جدید در ابتدا تأثیر محدودی داشتند، اما در نهایت به تغییر ماهیت جنگ در طول جنگ جهانی اول کمک کردند. در طی جنگ جهانی اول در ابتدا آلمان با اجرای طرح شلفین به سرعت به سوی پاریس پیشروی کرد. این پیشروی در نبرد مارن متوقف شد و آلمان‌ها مجبور به عقب نشینی شدند. پس از آن جبهه غربی به یک جنگ سنگرنشین و جنگ استهلاکی تبدیل شد. نبردهایی مانند نبرد ورداسن و سام شاهد بیشمار تلفات از دو طرف بود. علیرغم چندین تلاش برای شکستن این جبهه، در نهایت آتش‌بس در سال 1918 موجب پایان این بخش از جنگ شد. در جبهه شرقی آلمان و اتریش مجارستان علیه روسیه به پیشروی پرداختند. پس از چندین پیشروی موفق در لهستان لیتوانی، آلمان‌ها در نبرد تاننبرگ موفق به محاصره و شکست ارتش روس شدند. اما روس‌ها با بازسازی ارتش خود موفق به مقابله با پیشروی آلمان‌ها و متحدان شدند و به اوکراین پیشروی کردند. در نهایت خروج روسیه از جنگ در سال 1917 به دنبال انقلاب بلشویکی مسیر جنگ را در جبهه شرقی تغییر داد. در جبهه جنوب شرقی امپراتوری عثمانی به عنوان متحد آلمان با کشورهای متفقین درگیر شد. نبردهایی در خاورمیانه و بالکان رخ داد که منجر به شکست عثمانی‌ها و خروج آنها از جنگ شد. این شکست آخرین ضربه بزرگ به قدرت امپراتوری عثمانی بود و زمینه را برای تجزیه آنها فراهم کرد. در مجموع تغییر و تحولات جبهه‌های مختلف جنگ جهانی اول نشان دهنده پویایی و پیچیدگی این جنگ است که در نهایت به شکست قدرت‌های مرکزی و پایان آن انجامید.
جنگ جهانی اول منجر به شکست آلمان و متحدانش در مقابل قدرت‌های متفقین شد. پس از این شکست، امپراتور آلمان ویلهلم دوم مجبور به کناره‌گیری و فرار به هلند شد. پیامد شکست آلمان، تجزیه امپراتوری آلمان و تأسیس جمهوری وایمار در آلمان بود. همچنین جنگ جهانی اول باعث فروپاشی و تجزیه امپراتوری چند ملیتی اتریش مجارستان شد. ملیت‌های مختلف این امپراتوری مانند اتریش، مجارستان، چک‌ها، سرب‌ها، کرواسی‌ها و دیگران به استقلال رسیدند و کشورهای مستقل خود را تشکیل دادند. این امر پایان یک امپراتوری قدرتمند اروپایی و شکل‌گیری کشورهای جدید در اروپای مرکزی را رقم زد. همچنین جنگ جهانی اول و انقلاب‌های 1917 در روسیه باعث فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری شد. پس از انقلاب بلشویکی و به قدرت رسیدن لنین، امپراتوری روسیه تبدیل به اتحاد جماهیر شوروی شد. این تحول بنیادین پایان یک امپراتوری قرن و ظهور یک ابرقدرت کمونیستی جدید در اروپا و جهان را رقم زد. جنگ جهانی اول نهایتاً به شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی منجر شد. پس از خروج عثمانی‌ها از جنگ، این امپراتوری به تدریج تجزیه شد و کشورهای جدیدی در خاورمیانه شکل گرفتند. فروپاشی امپراتوری عثمانی پایان یک قدرت سنتی در منطقه و آغاز دوران جدیدی از حضور قدرت‌های اروپایی در خاورمیانه بود. در مجموع، جنگ جهانی اول عامل اصلی فروپاشی چندین امپراتوری بزرگ اروپایی بود که پیامدهای عمیق سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی در پی داشت. جنگ جهانی اول تحول عظیمی در جهان ایجاد کرد که بدون درک آن نمیتوان به درک مناسبی از جهان امروز رسید. این ویدیو تنها آغازی بر مطالعه این رویداد مهم تاریخی است. اگر مشتاق فهم بیشتر جهان پس از جنگ جهانی اول هستید، لطفاً این کانال را دنبال کنید تا ویدیوهای بیشتری در این زمینه منتشر شوند.